هر یک چیزی که شخصیت شما به ضررش است وای شما به دقت جلب کننده میتابد. نه که وای چیزی که شخصیت شما میسازد، با عقل میکند، خدا ترس میکند، عالم میکند، چمپیون میکند، بزرگ میکند، وای با آسانی به دست آورده نمیشد. وای از شما چی طلب میکند؟ دقت، صبر، وزنینی، مهنت. من مثال کتاب خوندن، نماز خوندن، از بالای خود کار کردن، بیزنس ساختن، همین چیزها شما مجبور میکند که شما دیگر شوید. برای همون این چیزها حیات آدم به هم تو پیدا نمیشود. دقت جلب کننده نمیتابد، ذوق میتابد. همین کتاب خونی حوصله نیست. وقت آدم ها گمان میگن کتاب خوندن وقتی بیکارگی به خواندن در کار. فهمیدنید؟ نه نگاه کنید. این چیزها شما دیسپلین، پلان خطی کار کردن طلب میکند. سر وقت کار کردن، ماشین دیسپلین ساختن در کار خودتون. با دیسپلین گفته چیزا میفهم تاجیکش با این قرار کردن روی نقشه کار کردن. بعضی وقت شما وقتی که روی نقشه کار میکنید خوشتون نمیاد، مونده شدید، نیکی نکردن در کار. و رنگی که همین 5 وقت نماز خواندن از کو صرف نظر تو مونده شدیمی، امروز تو ذقیمی، امروز تو با خوشبختیمی، خرسندیمی، حواس سر وقت کردن در کار عیناً همین خیل برای موفق شدن از بالای خود کار کردن. همین هر چیز سر وقت کردن یاد گرفتن در کار.